خوش آمدین به کانال ارزنده. امروز من میخوام برای همه شما یک نمود پیروگی خیلی آسان و بامزه را تیار کنم. محصولات برای پیروگی ما با ما لازم است: 2 تا خمیر تیاری ورقی، گوشت قیمه کرده شده یعنی فرش، 2 تا پیاز، کمی مایونز و کمی نمک. در اول ما کمی گوشت را سرخ میکنیم. من برای سرخ کردن روغن نمیاندازم، برای که خودی گوشت روغن دارد و از حد روغن بسیار دلگیر میکند. تا سرخ شدن گوشت ما پیاز را میده میکنیم و میاندازیم. کمی سرخ شد. اکنون ما مایونز و نمک رو آمیخته میکنیم. اکنون همه این رو به بالای خمیر میاندازیم. پیروگ را با تفت و 180 درجه گرمی در مدت 20 دقیقه انتظار می‌شویم که تا که پورا تیار شود. پیروگی ما هم تیار شد. شما نیز حتما برای نزدیکان خود این نمود پیروگ را تیار کنید. من باوری دارم که هر یک شما آزاده تیار کردن این نمود پیروگ میبراید. برای همه شما اشتهای صاف، دل صاف، صحت، سلامتی، خرسندی و خوشبختی ها خواهانم. خیر، تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.